بسم الله الرحمن الرحیم. د پاسپورت ریاست مرستیان محترم شیرشاه قریشی صاحب، د پاسپورت ریاست ویان محترم نورالله پتمن صاحب، د حکومت اطلاعات و رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی صاحب، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، زموږ نننی خبري ناستې ته ښه راغلاست. په پیل کې به محترم معاون صاحب د پاسپورت ریاست د یو کلونو کړنو او لاسته راوړنو په اړه باندې تاسو سره خپل معلومات شریک کړي او آخر کې به ستاسې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. نو په پیل کې په ډېر درنښت له محترم قریشي صاحب څخه هیله کوو چې خپله وینا پیل کړي. مهرباني قریشي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب مفتی صاحب سمنگانی صاحب و از همه اعضای رسانه‌های افغانستان، خوشحال هستیم که امروز در تجلیل از یک سالگی امارت اسلامی افغانستان فعالیت‌ها و دستاوردها و همچنان پلان‌های آینده‌ای که در ریاست پاسپورت به خاطر ایجاد سهولت به متقاضی پاسپورت در نظر داریم او را برای شما تشریح بکنیم. ریاست پاسپورت وزارت امور داخله بعد از فتح امارت اسلامی و روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان به اساس پیشنهاد وزارت داخله و حکم مقام عالی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان از تاریخ 12 میزان سال 1400 فعالیت خود از سر گرفته و در قدم نخست ما به تعداد 150,000 متقاضی داشتیم. در حدود 150,000 متقاضی بود که قبلا در حکومت قبلی اونا ثبت نام کرده بودن از طریق فرم آنلاین. اکثرا محصول پاسپورت هم تحویل بانک کرده بودن و نسبت تحول که آمد کارهای از اونا لااجرا باقی مانده بود. در قدم نخست ما پلان ترتیب کردیم، امو متقاضی را کارهایشان تنظیم کردیم. بعدا مدیریت های پاسپورت ولایت کشور به 3 مرحله ما فعال ساختیم که هموطنان عزیز ما که در ولایت متقاضی پاسپورت بودن اونا با مشکل مواجه نشن و آمدنشان تا مرکز مشکلات خود داشتن و در 3 مرحله ما تانستیم که مدیریت های پاسپورت فعال بسازیم و به گونه نرمال فعالیت کنند. قابل ذکر است که در تحول که آمد بعضی مدیریت های پاسپورت وسایل و تجهیزاتشان مفقود شده بود. ما تانستیم که در زودترین فرصت با همکاری امارت اسلامی افغانستان و وزارت امور داخله تجهیزات از اونها را که شامل کامپیوتر و پرینتر بود، دستگاه بیف بود و بایومتریک بود با اینا اکمال بکنیم و تجهیزاتشان اکمال کردیم. قابل ذکر است که ما در قسمت فرم آنلاین ریاست پاسپورت تیم تکنیکی ریاست پاسپورت زحمات بسیار زیادی را متقبل شدن، چون سایت ما مسئولیتی را که باید می داشت در ابتدا نداشت. بعضی سر و صداها از طرف هموطنان ما وجود داشت که سایت به همگی قابل دسترس نیست. بالاخره بعد از فعالیت های بسیار زیاده که تیم تکنیکی ریاست پاسپورت انجام دادن تانستیم که ما سایت ریاست پاسپورت همگانی بسازیم و به طور 24 ساعته فعال بسازیم که فعلا تمام متقاضی محترم میتونن که از طریق فرم آنلاین ثبت نام بکنن. سیستم برشان نوبت میته و در قسمت نوبت در فرم آنلاین شخص مداخله نداره. اون نوبت خود سیستم به شکل خودکار اتومات روزانه چیزی که ظرفیتی که تعیین شده با ما مشخص می سازه، از طریق سیستم میشه. از 12 میزان که ریاست پاسپورت فعالیت خود شروع کرد الا 30 اسد 1401 به تعداد 714,337 جل پاسپورت ما در سراسر افغانستان با متقاضی محترم توزیع کردیم که از این مدرک مبلغ 4 میلیارد و 555 میلیون و 82,250 افغانی عواید تحویل خزانه دولت گردیده است که یک رقم بسیار بزرگ است در قسمت عواید داخلی و همچنان یک تلاش بسیار نهایی صورت گرفته در قسمت توزیع پاسپورت که ما تانستیم با وجود چالش ها و مشکلاتی که دامنگیری داریم ما بود، ما تانستیم 7,14,337 جل پاسپورت توزیع بکنیم. در قسمت ویزه اتباع خارجی شما شاید مطلع باشین که مدیریت ریاست پاسپورت در چوکات ریاست پاسپورت یک مدیریت از به نام مدیریت تمدید ویزه اتباع خارجی.
این مدیریت وظیفه‌ش است که اتباع خارجی که در افغانستان میان از سفارت‌های افغانستان مقیم خارج ویزا میگیرن، در داخل افغانستان زمانی که ویزای از یا تکمیل میشه به معرفی ادارات زیربط که مثل وزارت خارجه است، ریاست ثبت مرکزی وزارت تجارت است و یا معینیت گرزندوی وزارت اطلاعات فرهنگ است، اینا را بر ریاست پاسپورت معرفی میکنن که باز ما ویزایشان از طریق مدیریت تمدید ویزای اتباع خارجی ویزایشان تمدید میشه که از دمی مدت که از 12 میزان الی 30/141 به تعداد 4171 قطعه ویزا را تمدید کردیم که مبلغ 885,235 دلار آمریکایی عواید داشتیم و 22,900 عواید یورو بوده که جریمه ویزا بوده. کسایی که تأخیر کردن در قسمت تمدید ویزای خود جریمه تحویل کردن. در قسمت پاسپورت های جدید که قرار است که عنقریب به دسترس ما قرار بگیره، مشکلات زیادی موجود بود که ما تانستیم در هماهنگی با وزارت محترم مالیه، وزارت محترم خارجه و مقام ریاست الوزراء همین مشکلات را برطرف بسازیم. بالاخره قرارداد 3 میلیون پاسپورت نهایی شد. سامپل پاسپورت هم به ما رسید، ما سامپل تایید کردیم. انشالله که عنقریب به زودی ما میتونیم که پاسپورت ها را به دست ما قرار میگیره و ما دیگه مشکل کمبود پاسپورت نمی داشته باشیم. بر علاوه 3 میلیون پاسپورت که فعلا قراردادش نهایی شده، مطابق راهنمود وزارت امور داخله، مقام وزارت داخله، ما 2 میلیون جلد پاسپورت جدید فرمایش دادیم به وزارت مالیه که تمام مشخصات تکنیکی و فرمایش خود به وزارت محترم مالیه تسلیم دادیم هفته گذشته که مراحل تدارکاتیش اونا به پیش ببرن. در قسمت سهولت هایی که ما تانستیم طی 1 سال به مراجعین محترم فراهم بسازیم، یکی خمی بود که در مرکز ما کار شدت بخشیدیم، توزیع پاسپورت زیاد ساختیم، مدیریت های پاسپورت و ولایت فعال ساختیم. دیگه به خاطر از اینکه از ازدحام در ریاست پاسپورت جلوگیری کرده باشیم، به 3 اداره امنیتی ما پلان ترتیب کردیم. به اساس پلان منظور شده مقام وزارت داخله ما در ابتدای شروع کار به 3 اداره امنیتی تیمای سیار خود فرستادیم که تمام پرسنل ادارات نظامی که بود شامل وزارت های دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات، تیمای سیار ما رفتن. بعد پرسنل و مجاهدین که اوجا خواهان اخذ پاسپورت بودن، تیم سیار ما برشان اسنادشان را تعیین کرد و پاسپورتایشان را چاپ کردیم، به دسترسشان قرار دادیم. و بعد از او باز دیدیم که پروسه چون دوامدار است، یک بخش از ریاست پاسپورت، یک نمایندگی ریاست پاسپورت که معادل یک آمریت پاسپورت در یک ولایت می باشه، در محوطه خود وزارت داخله فعال ساختیم که این سایت ما مشخص به مجاهدین است که مجاهدین و اعضای فامیل مجاهدین میتونن که البته اعضای فامیل کسایی است که اعضای درجه 1 فامیل باشن، میتونن به اوجا مراجعه بکنن، از اداره خود معرفی شوند، به اساس معرفی اداره اوجا پاسپورت های خود به دست بیارن. قسمی که شما در جریان هستین، امسال حجاج افغانستان روانه بیت الله شریف شدن که ریاست پاسپورت در قسمت صدور پاسپورت به حجاج محترم یک تیم اجرایوی را به ریاست محترم حج و زیارت وزارت حج و اوقاف ارسال کردیم. الا ختم پروسه ارسال حجاج یا اعزام حجاج به عربستان سعودی، تیم ما موجا بودن. روزمره کسایی که از طرف وزارت حج و اوقاف به تیم معرفی می شدن، بر از اونا پاسپورت صادر می شد که ما موفقانه پروسه را به پیش بردیم و تکمیل گردید. به خاطر ایجاد سهولت به تجار ملی و متشبثین، یک تفاهم نامه ما با وزارت تجارت و صنعت امضا کردیم و به اساس او تفاهم نامه مدت 10 روز میشه که یک تیم ما، یک نمایندگی ریاست پاسپورت در ریاست ثبت مرکزی وزارت صنعت تجارت واقع در چمن حضوری اوجا فعال ساختیم که تمام تجار محترمی که خواهان اخذ پاسپورت هستند زیر یک اداره اونا دارن، یک ریاست به نام چتر واحد که تمام خدماتی که یک تجار ضرورت داره در چتر واحد اوجا موجود است که یک گونه کم بوده که اوجا بود، نمایندگی ریاست پاسپورت نبود
که بالاخره ما تیم اوجا مستقر ساختیم و فعلا به شکل نرمال همه متقاضی محترم که تجار هستن و پاسپورت ضرورت دارن اونجا بدون کدام جنجال و مشکل برشان پاسپورت توزیع میشه. در قسمت مریضا ما یک تیم صحی که از ریاست صحی وزارت داخله دکترای مجرب به ما معرفی شده بودن در داخل ریاست پاسپورت فعالیت میکردن که مریضا را با توجه به حالت مریض و اسناد مریض میدیدن و اسنادشان جمع آوری میکردیم و بدون در نظر داشت نوبت برشان پاسپورت توزیع میکردیم. اما چون تعداد پاسپورت متقاضیایی که به نام مریض مراجعه میکردن بیش از حد شده بود، هر کس مراجعه میکرد، هر کس پیش خود ما شما هر کدام ما در خانه یک دوسیه مریضی داریم که از یک کسی هست. از تو کسایی را ما میدیدیم که در سال 2008 و 2007 یک دوسیه مریضی را آورده که من مریض هستم و او هیچ مربوط به این آدم هم نمیشد. بالاخره ما با ریاست محترم قوانین و بررسی صحت وزارت محترم صحت عامه تفاهم کردیم که اونا همین مسئولیت به عهده بگیرن که کسایی که واقعا مریض هستن و یک کمیسیون صحی دارن از طریق کمیسیون صحی اونا پاس بکنن به ما روان بکنن ذریعه مکتوب یک مریض و یک پایواز و ما بدون در نظر داشت نوبت بسری وقت برشان پاسپورت توزیع کنیم. در جمع فعالیت‌های اجرا شده یکی از فعالیت‌هایی که ما انجام دادیم او فعالسازی تعرفه‌های الکترونیکی است. قبلا تعرفه‌های بانکی که ما با متقاضی توزیع می‌کردیم تعرفه‌های دست‌نویس بود که این خلاف اصول وزارت مالیه بود و ما تانستیم که در این سال گذشته به همکاری ریاست محترم عواید وزارت مالیه تعرفه‌های الکترونیکی یا آرمایس فعال بسازیم و همچنان به خاطر ایجاد سهولت به متقاضیان نمایندگی شهری هفتم در افغانستان بانک که در نزدیکای ریاست پاسپورت موقعیت داشت او را ما طی تفاهم نامه‌ای که با افغانستان بانک امضا کردیم نامون نمایندگی در هفتم آوردیم در داخل محوطه ریاست پاسپورت برش جای دادیم. 2 روز میشه که فعال شده، افتتاح شد و فعلا تمام متقاضی پاسپورت دیگه سرگردانی را ندارن که به خاطر تحویلی محصول پاسپورت بیرون از ریاست پاسپورت برن. در مداخل ریاست پاسپورت تعرفه برشان توزیع میشه، در مداخل ریاست بانک است که تحویلی بانک بکنن. در رابطه با جلوگیری از استفاده آویزهای جعلی بانکی ما با وزارت محترم مالیه و در افغانستان بانک تفاهم کردیم که به کارمندای ما در حدود 10 یوزر فراهم ساختن. یوزرایی هست که با حسابای در افغانستان بانک دسترسی دارن. تمام متقاضیای ما که از اسناد که اگر از مرکز تعیین مراحل میشه یا از ولایت تعیین مراحل میشه پیش از اینکه داخل سیستم شوه آویزهای بانکی از طرف کارمندای ما که یوزر دارن آویزهایشان چک میشه و در صورتی که صحت باشه بعد از او اجازه ازی داده میشه که برش پاسپورت صادر شود. در صورتی که صحت نباشه اسناد از او مسترد میشه و مراجع کشفی تحویل داده میشه که اونا پیگیری بکنن موضوع را. دیگه در قسمت مبارزه با فساد اداری ریاست پاسپورت از ابتدای کار در سال گذشته بیش از 350 تن از افراد فساد پیشه و کمیشنکار و استفاده جو از طریق ادارات کشفی ریاست پاسپورت که مدیریت امنیت داخلی است و مدیریت استخبارات است ما دستگیر کردیم و مراجع عدلی و قضایی تحویل دادیم. قابل ذکر است که در قسمت 350 نفر ما افراد مختلف را داشتیم. افراد را داشتیم که کمیشنکارایی بودند که با کارمندای ریاست پاسپورت در ارتباط بودند که ما به 10 تن از کارمندایی که آغشته به فساد بودن از ریاست پاسپورت منفک کردیم و مراجع عدلی سپردیم. بعضی از افراد دیگه بود که جعلکارایی بودن که در قسمت اخذ احکام پاسپورت احکام جعلی به مردم جور میکردن. پولای بسیار هنگفت از مردم میگرفتن و در بدلش احکام جعلی به مردم میداد که ما مستند موارد را داریم که مردم با آمدن با بایومتریک مراجعه کردن، همکارای ما که متوجه میشن که احکامشان جعلی است. در قسمت پاسپورت های جعلی باید بگوییم که ادارات کشفی ریاست پاسپورت چند شبکه جعلکار گرفتن که اونا مستقیما در جعل پاسپورت دست داشتن، میخواستن پاسپورت های جعلی را به مردم صادر بکنن. دیروز حوزه 15 امنیتی
یک کمیشنکار گرفتار کرد که 6 جل پاسپورت همراهشان بود و یکی از نمونه از اون که با ما روان کردن که این پاسپورت صحت است یا نیست، ما که دیدیم پاسپورت مطلق جعل بود و کمیشنکار فعلا بندی است و با مراجع عدلی و قضایی معرفی میشه. دیگه به می شکل یک مبارزه بسیار جدی در مقابل جعلکارا و کمیشنکارا در ریاست پاسپورت جریان داره و یک وضاحت هم میخوایم در این قسمت ارائه بکنم. دمی اواخر بعضی سر صداها ایجاد شده که در ریاست پاسپورت فساد است، مثلا نرخ پاسپورت $1000 شده و چی شده و چی شده. ما میخوایم به شما اطمینان بدیم که ما در داخل ریاست پاسپورت تمام کسایی که آلوده به فساد بودن، تمام کسایی که با کمیشنکارا و جعلکارا هماهنگی داشتن، اونا را ما تثبیت کردیم و منفک کردیم. باز هم اگر کدام هموطن ما کدام مورد را مستند داره، این را از آدرس شخص رئیس پاسپورت به شما اعلان میکنم که کدام هموطن ما که اگر از این ناحیه متضرر شده که گویا در مقابل پول پاسپورت به دست آورده، میشه که امی احسان به ما بکنن که بیاین به ریاست پاسپورت در هماهنگی با شما رسانه‌های محترم، نماینده شما رسانه همراهشان باشه، همو اسناد را به ما در دست ما بتن، یا همو پاسپورتی که توسط پول گرفته شده همو را با ما بیارن. ما در حضور شما رسانه‌های محترم همو را پیگیری میکنیم، تثبیت میکنیم کی از طرف کی اجرا شده، کی پول گرفته، به چه شکل اجرا شده، تمام جزئیات در خدمت شما قرار میدیم و شخصی که در این قضیه دخیل است، چی در داخل ریاست باشه چی در بیرون ریاست باشه، او را ما شناسایی میکنیم در حضور داشت شما. در قسمت بازم برمیگرده به موضوع فساد و موضوع تحکیمات امنیتی. ما تمام ریاست پاسپورت و قراولای ریاست پاسپورت توسط کمرای امنیتی بسیار با کیفیت بالا مجهز ساختیم که تمام ریاست از زمین که از حتی از بیرون قراول که کسی داخل ریاست پاسپورت میشه تا وقتی که پس میبره قدم به قدم تحت پوشش کمرای امنیتی است و استحکامات و تدابیر امنیتی لازم به خاطر جلوگیری از عملات دشمن در نقاط آسیب پذیر قراول جابجا ساختیم. در قسمت نوبت فرم آنلاین، قسمی که شما میفهمین تعداد مراجعین در ریاست پاسپورت فعلا یعنی تقاضا بسیار زیاد است بین مردم و ثبت نامی که کردن تعداد بسیار زیاد در سایت ما ثبت نام کردن که ما بالاخره تصمیم به این گرفتیم که یک مشکل عمده ای که با مردم عزیز ما ایجاد شده بود که اونا یک بار که ثبت نام میکردن در فرم آنلاین، وقتی که میدیدن نتیجه نمیته بار دوم و بار سوم ثبت نام میکردن که یک مشکل بسیار عمده را هم به ما خلق کرده بود هم به مردم. با سیستم قسم عیار شده بود که اگر از یک بار اضافه ثبت نام میکردی بازم نمیتونستی که مشخصات خود دوباره پیدا بکنی، که ما هفته گذشته امی روند متوقف ساختیم و کسایی که یک بار در سیستم ثبت نام کردن بار دیگه نمیتونن ثبت نام بکنن و پلان دیگه که داریم که دمی هفته به خیر رو تطبیق میکنیم این است که دیتا کلینینگ میکنیم، یعنی کسایی که در دیتابیس ما اضافه تر از یک بار ثبت نام کردن، صرف هم یک بار که آخرین بار ثبت نام کردن همون در سیستم باقی میمانه، متباقی ثبت نامی که کردن اونا از سیستم حذف میشه. در قسمت از این که ما چی پلان هایی داریم به خاطر ایجاد سهولت هرچی بیشتر به متقاضی محترم و بلند بردن کیفیت و اهمیت پاسپورت، یکی از پلان های ما این است که ما جلسات 2-3 جلسه را با وزارت مالیه دمی یک ماه گذشته داشتیم با وزارت محترم مالیه و وزارت محترم خارجه که ما بتانیم پاسپورت خود پاسپورت چپدار بسازیم، پاسپورت چپدار بسازیم که از امنیت بسیار بالا برخوردار است و مورد پذیرش در تمام کشورهای دنیا است. این ما جلسات تکنیکیش هنوز هم ادامه داره، نهایی نشده، منتها ما کار مقدماتیش شروع کردیم. قدم بعدی که ما میخوایم در داخل به متقاضی محترم فراهم بسازیم که این کار ما تقریبا تکمیل است، انکشاف فرم آنلاین درخواست پاسپورت است که در تمام ولایت کشور است.
به همین شکل که متقاضی محترم میتونن در مرکز ثبت نام بکنن و نوبت بگیرن و با مدیریت با ریاست پاسپورت مراجعه بکنن. به ولایت کشور ما فرم آنلاین فعال میسازیم که متقاضی محترمی که در ولایت ضرورت به پاسپورت دارن از طریق فرم آنلاین ثبت نام بکنن و با نوبتی که برشان مشخص میشه به اساس همون نوبت با مدیریت پاسپورت مراجعه بکنن و کارهای خود طی مراحل بکنن که زمینه سوء استفاده، زمینه بی‌نظمی، زمینه بی‌نوبتی را صفر میسازه. پلان بعدی ما وصل مدیریت های پاسپورت است که ما میخوایم مدیریت های پاسپورت و ولایات با مرکز از طریق سیستم وصل بسازیم. فعلا روان قسمی است که متقاضی محترمه که در ولایات طی مراحل میکنن اسنادشان، اسناد از اونها به شکل فیزیکی به ما میاد و ما اینجا پاسپورت در مرکز چاپ میکنیم، پس پاسپورت ارسال میکنیم. اگمی کار ما نتیجه بده بخیر که بسیار تلاش جدی روان است مدیریت های پاسپورت با سیستم وصل شوه، یک قسمت زیاد از مشکلات ما با ولایت حل میشه. دیگه ضرورت نیست که اسناد فیزیکی را مدیر پاسپورت با ما روان بکنه که ما اینجا بررسی بکنیم پاسپورت چاپ بکنیم. با طریق سیستم اسناد ارسال میشه و ما چاپ میکنیم پاسپورت چانه. در قسمت ویزای اتباع خارجی کار روان است که فرم درخواست ویزای اتباع خارجی هم به شکل آنلاین فعال شوه. قسمی که فرم آنلاین پاسپورت است که اتباع خارجی که در افغانستان هستند ضرورت به تمدید ویزا دارن، از طریق فرم آنلاین ثبت نام بکنن، تعرفهشان برشان پرینت شوه و مستقیم به بانک مراجعه کرده و بعداً به ریاست پاسپورت بین ویزایشان تمدید شوه. وصل سیستم پاسپورت با وصل سیستم تذکره الکترونیکی اداره ملی احصایه فعلا عملا نمی کار جریان داره. مراحل تستش ما تکمیل کردیم، صرف همو آماده سازی جمکیتایی است که ما به اونا تسلیم دادیم. انشالله که قریب اونام فعال میشه و ما میتونیم که سیستم تذکره الکترونیکی را با سیستم ریاست پاسپورت وصل بسازیم. دیگه با ضرورت به این نمی باشه که متقاضی محترمه که یک بار با تذکره الکترونیکی بایومتریک شدن ما دوباره اون را در ریاست پاسپورت بایومتریک کنیم. اما یک بایومتریکی که به تذکره شده از اون استفاده میکنیم و ضرورت به بایومتریک مجددشان نیست. قدم بعدی ما در قسمت وصل سیستم یا دیتابیس وزارت ریاست پاسپورت است و با ریاست قنصلی وزارت خارجه. شما میفهمین که وزارت خارجه هم در داخل افغانستان مسئولیت صدور پاسپورت‌های خدمت سیاسی و مخصوص داره و در بیرون از افغانستان در تمام نمایندگی سیاسی اونا پاسپورت‌های سیاحت توزیع میکنن که فعلا همین دیتابیس ما مشترک نیستش، وصل نیست. یعنی یک آدم اگر بتونه زمینه سوء استفاده فراهم است، یک آدم بتونه که در یکی از اوضاع خارج از کشور پاسپورت با یک مشخصات به دست بیاره، میتونه بیاد در مرکز درخواست بده با یک مشخصات دیگه میتونه به دست بیاره، یا همزمان با این مشخصات دو پاسپورت میتونه داشته باشه که ما با وزارت محترم خارجه ریاست محترم قنصلی بحث‌های تکنیکی خود داشتیم. کمی وصل سازی دیتابیس ما جلو می سوء استفاده و گپا را از بین میبره. کار روی وصل سیستم ریاست پاسپورت با افغانستان بانک تقریبا در مرحله نهایی قرار داره که در صورتی که سیستم پاسپورت با افغانستان بانک وصل شود متقاضی محترمی که دسترسی دارن میتونن که پرداخت پاسپورت خود آنلاین پیمنت بکنن، از حساب خود آنلاین پیمنت بکنن، پاسپورت خود به دست بیارن. و همچنان یک تعمیر جدید و استاندارد در محوطه شهرک پلیس یک جای به ما اختصاص داده شده. کار سر از او را ما شروع کردیم که مراحل دیزاین از او قبلا تکمیل شده. دیگه با وزارت محترم شهرسازی و وزارت مالیه ما هم بحث هستیم که بتانیم شامل بودجه بسازیم که کار عملی را سر تعمیر استاندارد و جدید به ریاست پاسپورت شروع بکنیم. در قسمت مدیریت های پاسپورت و ولایت باید بگوییم که فعلا تیم تفتیش ریاست پاسپورت عملا در حال تفتیش مدیریت های پاسپورت است، به خاطر که در مدتی که مدیریت های پاسپورت فعالیت کردن ما متوجه بعضی خلاها و نواقص شدیم. فعلا ابدا ولایت مدیریت های پاسپورت ابدا ولایت تفتیش شدن که در او جمع یک تعداد افراد بودن که پابند به وظیفه نبودن، سوء استفاده میکردن از وظیفه، از صلاحیت‌های وظیفوی خود سوء استفاده میکردن که ناشناسایی شدن و همچنان کسایی بودن که کارکردشان واقعا قابل تقدیر بود. ما اونا را در نظر داریم که مکافات بکنیم.
دیگه متباقی ولایت هم عنقریب تفتیش و بررسیشان تکمیل میشه. بعد از تکمیل بررسی ما یک طرح را آماده ساختیم، یک طرز العمل جدیدی را با مدیریت های پاسپورت در مطابقت با فرم آنلاینی که برشان فعال میشه آماده ساختیم و طرح ارسال کردیم به مقام محترم وزارت امور داخله. بعد از منظوری طرح ما با ولایت ها ارسال میشه و مدیریت های پاسپورت فعالیت های خود از سر میگیرن. تشکر از توجهتان. د جناب معین صاحب له معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د پوښتنو وخت ده. پوښتنې موږ درې یو ځای اخلو، تاسې لطفا سره یادداشت کړئ. یوه یادونه مخکې له مخکې بیا درنو ژورنالستانو ته کوم چې موږ یوازې یوه پوښتنه اخلو چون چې ټولو خبریالانو ته نوبت ورسیږي. په پیل کې مبین احمد له آریا کانکاش نه په اول قطار کې. بسیار تشکر. مبین موحد هستم، آریا کنکاش. اگرچه یک تعداد سوالای محل شد، اما سوالی که هنوز هم باقی است که شما از سریع بودن روند توزیع پاسپورت گفتین، اما هنوز هم دیده میشه که خیلی کند پیش میره. بگونه مثال خودم پیش از رمضان ثبت نام کردیم، من مثال زنده میتونم تا حال موفق نشدیم که تاریخ بگیره، البته به طور آنلاین. نمیدونم مشکل در چی است و گفته های وجود داره، با وجودی که شما گفتین که چقدر فساد پیش است، 350 نفر با همکاری کارمندای خود ریاست پاسپورت بازداشت کردین، اما هنوز هم گفته های وجود دارد که سوء استفاده صورت میگیره، پاسپورت های جدید بازار و پاسپورت های سیاه با قیمت های خیلی هنگفتی بیرون میشه. میشه در این باره معلومات بدین که چقدر این گپا حقیقت داره یا نداره و روند کندی پاسپورت و نظام به خاطر چی است؟ محمد اسلام له تمدن تلویزیون نه. تشکر. من بیانوش هستم از تلویزیون تمدن. شما گفتین که درخواست چاپ 2 میلیون پاسپورت دادین، آیا با لوگوی جمهوریت است یا با لوگوی امارت؟ و دومی که گفته می شد که برادر عالمگل حقانی رئیس پیشین اداره پاسپورت به اتهام کمیشنکاری بازداشت شده بود، سرنوشتش به کجا رسید؟ آیا اتهام واقعیت داره یا نه؟ تشکر. محمد علی نوازش لکلید رادیو نه. به نام خدا، صمد علی نوازش هستم از رادیوی کلید. البته در رابطه با توزیع پاسپورت، بیشترین سوالات در رابطه با توزیع پاسپورت است که نیاز شدید مردم است و تقاضا هم خیلی بالاست، همه ای را درک میکنه. سوال اینجاست که چرا توزیع پاسپورت وسعت داده نمیشه، چرا ظرفیت بالا برده نمیشه در قسمت هایی که مردم دسترسی بیشتر به پاسپورت پیدا کنه و نیاز به این نشه که به کمیشن کارا مراجعه شود و از کمیشن کاری تشکر. سوالتان گرفته شد. مهربانی جناب معین صاحب. در رابطه با سوال شما محترم که در کندی روند توزیع پاسپورت گفتین، فعلا ریاست پاسپورت به شکل نرمال فعالیت داره در مرکز. در ولایت فعالیت ما نظر به دلایلی که پیشتر گفتم که ارزیابی و بررسی ما ادامه داره متوقف است. منتها در ولایت هم کسایی که تجار ملی هستند، کسایی که مریض مشهود دارند که به معرفی کمیسیون صحی ولایت مربوطه به مدیریت پاسپورت مراجعه میکنن و کسایی که مسئولین هستند، ورزشکارا هستند، به این طبقه مردم فعالیت ریاست پاسپورت و مدیریت های پاسپورت همیشه باز بوده، بدون در نظر داشت نوبت برشان ارائه خدمت میشه. در رابطه با فرم آنلاین باید بگوییم که تعداد متقاضیای ما بیش از اندازه است، یعنی از ظرفیت ریاست پاسپورت به مراتب بیشتر است. ما این یک زمان موقتی و گذرا است. ما نمیتونیم که اگرچه که ما در پلان‌های آینده خود داریم که ما پیشتر فراموش کردم به شما بگویم، ان قریب ما شاید تا یک ماه دیگه 4 سایت در سطح شهر کابل 4 سایت توزیع پاسپورت فعال میسازیم و مجموعاً توزیع ریاست پاسپورت، ظرفیت توزیع پاسپورت روزانه به 10,000 جلد افزایش میدیم که ما فکر میکنم روز 10,000 جلد هیچ کشور دنیا توزیع پاسپورت نداشته باشه که ما شما داریم.
دیگه ما نمیشه که تو ظرفیت بسازیم که ما روز 1 لک پاسپورت توزیع بکنیم. این یک موضوع موقتی است. این استخدام کارمند از با ما چالش کلان است. اگر ما کارمند استخدام بکنیم، مسائل تجهیزات تکنیکی بگیریم، همین پروسه ما شاید همین ازدحام و همین هجومی که سر پاسپورت است، 3 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه خاتمه پیدا کنه، روند دادی شه. باز ما با او پرسنل چی بکنیم، با او تجهیزات چی بکنیم. من فکر میکنم که همین ظرفیت که ما با 10,000 جلد روزانه برسانیم، ان که مشکلات تمام هموطنای ما مرفوع میشه. در قسمت فرم آنلاین که شما گفتین پیش از رمضان ثبت نام کردین، تا فعلا به شما نوبت نرسیده. کسایی که در فرم آنلاین ریاست پاسپورت ثبت نام کردن الا تاریخ شاید 8 عمل است یا 10 عمل است، کسایی که ثبت نام کردن با اونا ما نوبت دادیم که نوبت از اونا تا 15 سنبله رسیده. تا 15 سنبله را دیگه ما نمیتونیم کسی دیگر جا بتیم. سیستم خود سیستم نوبت داده می تا 15 سنبله متقاضی را. تاریخ 15 سنبله کسایی که بعد از تاریخ 8 یا 10 عمل که ثبت نام کردن با اونا تاریخ جدید داده میشه و میتونن که به تاریخ مربوطه خود مراجعه بکنن. در قسمت جلوگیری از فساد بازم ما ظرفیت بلند میبریم، ارائه خدمت به متقاضی محترم میکنیم که زمینی ازی فراهم نشه که اونا به کمیشن کار مراجعه بکنن. و ایرا بازم برتان اطمینان میتم که تمام سر و صدایی که هسته، ای فساد که هسته، تمامش پاسپورت های جعلی هسته، تمامش کمیشن کارایی است که مردم فریب میتن به بهانه‌های گوناگون از پیششان پول میگیرن و مردم فریب میتن و اسناد جعلی و پاسپورت جعلی را در اختیارشان قرار میده. یکی از کارهایی که ما دمی هفته شاید انجام بدیم این است که قبلا سیستم ریاست پاسپورت با تمام میادین هوایی و سرحدات افغانستان وصل بود. هر پاسپورت که هر مسافر که از افغانستان بیرون میشد یا به افغانستان عودت میکرد، پاسپورتشان در سیستم چک میشد. متاسفانه که بعد از این تحول همون سیستم در میدان هوایی تخریب شده. ما در پلان مایی است که همین هفته با مقامات میدان هوایی کابل و پلیس سرحدی یک جلسه مشترک داشته باشیم که بتانیم یک نمایندگی ریاست پاسپورت در میدان هوایی کابل ایجاد بکنیم، صرف به منظور ازی که مسافرینی که سفر میکنن و هموطنای ما که دوباره عودت میکنن پاسپورت ها اینا چک شوه و همچنان یک دسترسی به دیتابیس ریاست پاسپورت به تمام میدان های هوایی که پروازهای بین المللی دارن و تمام بنادر در اختیارشان قرار بدیم که پاسپورت ها را چک بکنن. در رابطه با سوال برادر دیگه ما که گفتن 2 میلیون پاسپورت که فرمایش دادین، 2 میلیون پاسپورت دیگه که فرمایش دادیم، 2 میلیون با لوگوی جمهوریت است. در رابطه با موضوع فساد که شما یادآور شدین را میتونین که از ارگان‌های عدلی و قضایی معلومات بگیرین. سوال سوم که برادر ما پرسان کردن از رادیو کلید، فکر میکنم در سوال اول حل شده باشه که ما انقریب ظرفیت پاسپورت توزیع پاسپورت به 10,000 جلد میرسانیم و 4 سایت دیگر در شهر کابل فعال میسازیم. انشالله که تمام مشکلات مرفوع میشه. تشکر. بسیار تشکر. وسیم لسولیغاک شبکینا. ډیره مننه قریشي صاحب. تاسو وختي خپل خبرو کې یادوري وکړل چې تقریبا د 2 لک ډیر زیات پاسپورټونه مو ویشلي دي په دغه موده کې. په دغه وخت کې څومره پاسپورټونه سوداګرو ته ورکول سوي دي، همدارنګه څومره د اسلامي امارت غړو ته او عام وګړو څونه پاسپورټونه ورکول سوي، په دې اړه لږ معلومات راکړئ. مننه. ډیره مننه. عبدالمبین افغانمل باختر اجانس نه. مننه. زما پوښتنه دا وه چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې د کمیشنکارۍ اوازې ډېرې ګرمې دي. هلته ویل کېږي چې د عاجل پاسپورت په نامه باندې یو کس ته یو پاسپورت له 1000 نه تر 2000 ډالرو په مقابل کې ورکول کېږي. دا خبره تر څومره برید رښتیا ده او ستاسو مبارزه او د مخنیوي په موخه ستاسو اقدامات څه دي؟ مننه. مننه. مصطفی له چنار میډیا. مصطفی. مصطفی هستم از چنار. تشکر میکنم از شما. در رابطه با چاپ تکثیر پاسپورت ها در ولایت است، چرا پاسپورت ها در خود ولایت چاپ نمیشه؟ هم هزینه کمتر و هم مردم کارایشان زودتر اجرا بشه و قرار است همیشه بایومتریک از ولایت گرفتن میشه و میاد در کابل چاپ میشه دوباره به ولایت میره. این هم هزینه داره و هم زمان بر است. تشکر. مهربانی جناب مهندس. در رابطه با سوال شما که گفتین چقدر پاسپورت است، این ما ارقام مجموعیش پیش ما است، منتها ارقامی که مشخصا
ما تثبیت بکنیم که چقدر پاسپورت به تجار ملی دادیم و چقدر به مجاهدین و به چقدر به کاتگوری های مختلف سیستم و قابلیت از داره که ما به شما معلومات بتیم. متاسفانه که فعلا دارین. درست. سلامونه او درنښت. د لومړۍ پوښتنې په جواب باندې موږ تجاران ته 3214 پاسپورټونه ویشلي دي او مجاهدینو ورونو ته هم د کورنیو چارو وزارت سره په امنګۍ باندې عمومي پاسپورټونه ویشل شوي دي. نو یوازې تجاران ته 3214 پاسپورټونه ویشل شوي تر دې مهاله پورې. او د دویمې پوښتنې په جواب چې په ولایتونو کې د کمیشنکارۍ خبره موږ یوازې په د تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 400 کمیشنکاران یعنې 350 وښودل شول، خو په تیرو څو میاشتو کې یعنې د امارت د پیل څخه تر دې مهاله پورې دا نه دي، دا یوازې په څو میاشتو کې نیول شوي دي. خو موږ داسې سلګونه کسان نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانو ته مسپارلي. او بله تر ډېره هغه کسان چې په دې برخه کې جال کوي، فساد کوي، دوی جعلي پاسپورټونه په خپلو هیوادوالو باندې ویشي. موږ دغه کسان نیولي دي، بار بار مو نیولي دي او اړوند ارګانو ته مسپارلي دي. او په دې برخه کې موږ هڅې روانې تر څو هغه کسان چې جال کوي، فساد کوي، په خلکو باندې د څو زرو ډالرو په مقابل کې جعلي پاسپورټونه ویشي ونیسو او اړوند ارګانو ته وسپارو. او په ولایتونو کې د چاپ مسله موږ په مرکز کې پاسپورټونه چاپو او ولایت ته یې لیږو او په داسې یو سیستم باندې کار روان دی تر څو په ولایاتو کې هم د پاسپورټونو سیستم اسانه کړو. هلته خلک د آنلاین سیستم له لارې نوملیکنه وکړي او د هغې مطابق په هغې ټاکلې ورځ باندې دوی اړوند امریت ته لاړ سي او ته یې مراحل وکړي او موږ په ظرف د څو ورځو کې پاسپورټ ولایت ته ورته لیږو. او موږ نشو کولی چې ټولو ولایت ته د چاپ ماشینونه واخلو او په ټولو ولایتو کې د پاسپورټونو چاپ لړۍ په ولایتو کې شروع کړو. نو هیله ده دغه 3 پوښتنې ځواب شوي به وي. ببخشید در رابطه با همین سوال برادر ما که گفتن چاپ پاسپورت در ولایت ها چرا نمیشه، یکی از دلایل عمده که ما نمیتونیم ماشین های چاپ پاسپورت به ولایت انتقال بدیم این چون خلاف امو دستورالعمل های سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی است که ما مطابق بر رعایت تمام اصول از او هستیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که پابند به اصول از او است، عضویت از او را داره و شما میفهمین که ماشین چاپ پاسپورت یک سند بسیار مهم هویتی است و فعال ساختن این ماشین در هر جایی که باشه. فعلا افغانستان اگر ماشین چاپ پاسپورت میارم با یک ضمانت بسیار معتبری ماشین ها را میاره. اگر ما در ولایت ویره فعال بسازیم در ولایت مسئولیتش و امنیتش 100% تامین شده نمیتونه، بنابراین خلاف اصول همون سازمان ایکاو است و از این خاطر چاپ پاسپورت در تمام کشورها فکر میکنم مرکزی است. صرف کشورهای پیشرفته شاید در 2 یا 3 سایت داشته باشند که چاپ پاسپورت باشه. تمام کشورها می پروسه را پیش میبرن. تشکر. بسیار تشکر. نبی الله از تلویزیون ملی. تشکر. جناب رئیس با مزد روزانه به چی تعداد از متقاضیان شما پاسپورت توزیع میکنین؟ تشکر. سلطانی لاخلاص خبری اجانس نه. خب درست است. سید عمر لسلام وطن رادیو. ډیره مننه. تاسو لومړي سره کې د خپل عوایدو په اړه معلومات ورکړي چې زه لږ ناوخته راغلم. د ځینو ولایتونو د پاسپورت امیرینو د خپل هغه عواید چې د پاسپورت له لارې ترلاسه کړي وو هغه پیسې له ځان سره تښتولي. تاسو هم له دې نه معلومات لرئ؟ څو میاشتې وړاندې څو ولایتونو خبرونه خپاره شول په دغه عوایدو کې مو هغه پیسې هم شمارلي چې هغې خلکو وړي که نه. دوهمه مسله تاسو یو ځل ویل چې 350 کسان مو نیول شوي او دوی له داخلي کسانو سره د پاسپورت په ریاست کې مړیکې درلودې. د پاسپورت له ریاست مو داخل څو کسان منفک کړي د جال په تور یا د کمیشنکارانو سره د ارتباط په مننه. سلامت اوسئ. عمران دانش له طلوع نیوز نه. ډېره زیاته مننه قریشي صاحب.
په مجموع کې په انلاین ډول څومره غوښتنلیکونه شوي دي او څومره ته مثلا رسیدګي شوې څومره یې پاتې او یعنې څونه ته نوبت ورکړل شوی څونه یې منتظر دي او نوي پاسپورتونه په کوم هیواد کې چاپ شوي او کوم تغییر پکې راغلی له اوسنیو سره که نه؟ ډېره مننه. مهرباني جناب معاون صاحب. در رابطه با توزیع پاسپورت باید بگوییم که فعلا ریاست پاسپورت روزانه تعداد 4000 جل پاسپورت توزیع میکنه که قبلا هم یادآور شدم که همین 4000 ما در تلاش هستیم که عنقریب بخیر تا یک ماه دیگه به 10000 جل پاسپورت برسانیم. در قسمت سوال شما برادر بزرگوار که اختلاس عواید گفتین، ما در 2 مورد همین مشکل داشتیم. یکی در ولایت لوگر بود و در ولایت ننگرهار بود که این موضوع از طرف ریاست تفتیش وزارت داخله و ریاست امنیت داخلی وزارت داخله بررسی شدن. کسایی که دخیل بودند در قضیه گرفتار شدند و این منتظر فیصله محکمه هستیم که چی فیصله میکنه که جبران خساره میکنه سرشان. هر کاری که هر حکم که محکمه بده و کار از اونها هسته. در ریاست پاسپورت ما یادآور شدم که کمیشن کارهایی که گرفتار شدن یک تعداد از اونها کسایی بودن که با پرسنل ریاست پاسپورت هماهنگی داشتن و دخیل بودن که از او جمله تعداد زیاد از کارمندان از شروع فعالیت ریاست پاسپورت در امارت اسلامی افغانستان تعداد زیاد از کارمندان را که ما مشخص ارقامش پیشم نیسته منتها به 10 مورد است کسایی بودند که دخیل بودند ما منفک کردیم و به ادارات کشفی تحویل دادیم. در قسمت تعداد فرم آنلاین برتان بگویم که تعداد فرم آنلاین دقیقا شاید در حدود 700,000 نفر فعلا شاید ثبت نام کرده باشند در فرم آنلاین. منتها یادآور شدم که اکثریت از این کسایی هستند که چندین مرتبه ثبت نام کردن. ما فعلا در صدد امی هستیم که همو دیتا کلینینگ بکنیم که کسایی که صرف یک مرتبه ثبت نام کردن همو یک مرتبهشان در سیستم باقی مانه. انشالله که او را باز میشه که از طریق پتمن صاحب به شما معلومات بتن در روزهای آینده که به چی تعداد دیتای واقعی پیش ما مانده، چون دیتای واقعی را ما سرش کار داریم که دیتای واقعی را به دست بیاریم. و پاسپورت هایی که چاپ میشه در کشور لیتوانیا چاپ میشه و با کیفیت فعلی که پاسپورت هایی که فعلا توزیع میشه با می کیفیت چاپ میشه پاسپورت های بعدی هم. ډیره مننه. پتمن صاحب تاسو ویل غوښتل د پاسپورت ریاست له مرستیال محترم قریشي صاحب، پتمن صاحب او ټولو ګډونوالو نه یوه نړۍ مننه چې موږ سره په دې خبري ناسته کې برخه واخیستله. کنفرانس همدلته پای ته ورسېد. پاتې ورځ مو بخیر.